تحفه مهربانی، تحفه‌ای که همه توانایی هدیه آن را دارند. کمک با نیازمندان از زیباترین فضایل اعمال مؤمنان است. هر باره که بسته‌های اینترنتی، صوتی یا پیام کتبی افغان بیسیم را فعال می کنید، بدون اینکه از حساب شما کاسته شود، بخشی از عواید آن برای مساعدت به برگشت کنندگان افغان از پاکستان اهدا می گردد. با فعالسازی بسته‌های بزرگتر، سهم کمک‌های شما نیز بیشتر می گردد. سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان